سلام کوچولوی قشنگ و مهربون. شبتون بخیر باشه. خوبین؟ امروزتون خوب بود؟ بچه های قشنگ، یه شب دیگه اومده و ما میخوایم با هم بریم سراغ یه داستان تازه. این داستان ما راجع به پاپی پاندای خودمونه. پاپی پاندا وقتی که نشسته بود شب مشغول خوندن کتاب بود، یه اتفاق عجیب براش افتاد. میدونم که الان کنجکاو شدین بدونین که چه اتفاقی افتاد برای پاپی پاندا. وقتی که پاپی کتابشو بست و میخواست آماده بشه که بخوابه، دید کنار پنجره اتاقش یه ستاره کوچولو نشسته. خیلی تعجب کرد. گفت ستاره کوچولو، تو اینجا چی کار میکنی؟ ستاره بهش گفت من از آسمونا اومدم و راهمو گم کردم. نمیدونم چجوری برگردم به آسمون. تو میتونی کمکم کنی؟ پاندای قشنگ و مهربون گفتش که البته که میتونم، ولی باید قول بدی به من که دستاتو از دستای من جدا نکنی. ستاره کوچولو قول داد که دست پاندای مهربون رو بگیره تا با هم برن به آسمونا. رفتن تا اینکه پاندا با خودش فکر کرد که یه ذره کمک لازم داره. اونا باید میرفتن به آسمون، ولی چجوری؟ همینجوری که داشت با خودش فکر میکرد، یه دفعه یه نسیم خنک قشنگ شامگاهی خورد به صورتش. با خودش گفت آها، فهمیدم، از این باد خنک میتونم کمک بگیرم. به این نسیم خنک گفتش که ای باد قشنگ، میتونی به من کمک کنی من و دوستم ستاره کوچولو رو ببری به آسمونا؟ میتونی یا فوت بکنی ما رو پرتاب کنی به آسمون؟ باد